شکایت یا شکایتی بعضی هایی که در نسبت من غرض دارن یا حسد دارن، من حاضرم که بسیارتر با اینترنت سرکار دارم، کام سوال جوابای مردم که میکنم یا بعضی برنامه‌های نصیحتی میکنم، میگذارم که خیر امروزم پگایم هر یک حرفی بود ما پیش خدا ثواب میگیرم، خداش میگیرم و هر یک روز من غنیمت میدانم. بچه‌ها در کامنت‌ها مینویسن که بابای حاجی فقط و فقط معرکه با معرکه میگردی. اگه من میخوانم میگم همون کسی هست دلم به همون میسوزه بود. این قدر حسد و بخیلی قطعی او بیچاره چه روز بوده سه عذاب کشیده سیده آخی. همین در نسبت یه آدم بخیل باشی، حسد داشته باشی، بسیار زیقی نمی. اگر همین شکم تمثیر یک سال پری زیقی این زیقی که چی با این حاجی دسترخوان میسو شتگی چی با اینا بین برادر عزیز. همین جمعه حاضر به دعوت هم قریب یه هفته پیش ایمان میپرسه با من روزی همو بگیم یا ساعت خارگی من میگمش، میگه قبوله چور کنم نیام ممکن صاحب خونه بگه اینا مقصد پیسانو نکرد یا گپ مونو نگرفت. اگر بیام او مردک بشوره زیق دیگر نبیدونم کم شد رای کی را بگیری برای همین اگه من هم برادرها را همین قمیدم که برادرای عزیز من شکر الله مهربان حدیث پیامبر را خواندم که مسلمان بالای مسلمان 6 حق دارند. یکی از حق‌های همون چیه؟ میگن هرگاهی که شما را دعوت کردن فعجیب اجابت کنید. من اگر برادر ما اگر بگه که حاجی فلان روز مقصد خانه ما یک پیاله چای، حتی پیامبر میگه اگر روزدار باشی برا شرط نیست که تو شکم برای شکمت برا دعا کن. برای این برادر عزیز و گرامی تا امروز اگه الله دانا های فکر میکنم به دعوت نرفتم اینجا تو دعوت نکنن من حق ندارم برادر عزیز که پیسته جای یک کس برم. برای همین هم برادر رو بدونم که همین تاجیکی ما مسلمانی ما وقتی یک کس دعوت میکنه حتما یک پیاله چای میکنه. او دسترخوان شما بخواهم نخواهم میپرتوید. برای همین منم حیران چیکار کنم مگرم یک کار کنیم برای همون بچه ها دلشون خسن شدن همون حالت های لوی دسترخوان در زبش نکنیم بریم یک خانه کمتری خنق که همه هیچی نباشه که همون بچه ها زیق نشود. نه اگر که مثال در بیروی دسترخوان هم یعنی همین خیره. برای همین بعضی همتری گفا هست ما که ایره بسیار دیدم برای همین بسیار. حالی که برادران شما خداتون قضاوت کنید، خداتون روی انصاف بگید کدام دل خو مردم ما فیراد کنه آخی دسترخوان نمیپرتوی. با تاجیکی ما چی میگه در دسترخوان خالی کی دعا میکنه با کریم اونا میگن حق ضعیفین الیتیم و المرأة پروردگارا من روز قیامت از پشتی 2 نفر دفاع میکنم، 2 نفر پشتیبانی میکنم. حق اینها را من از نزد خودت ای الله مهربان طلب دارم. اینا کیان؟ یکم حق نفری که کسی در دنیا یتیمی را که حقش خوردگیه. کسی در دنیا حق یتیم خورده است. من میگم من روز قیامت او خوردگی تا زهر تنت میکنم.
من شکایت هم من میبرم پیش خداوند. تصور کنیم برادر عزیز که وقتی که پیامبر دعوا کنند این کاری آسان است. پیامبر پیش الله گفت که ای خدا، یا الله تو خود میدانی و لیکن من در دنیا قصد کرده بودم، در پیشم وظیفه گذاشتم که من همین دو آدم باید که مقصد جزاشون تو بتی، من ایرا تصمیم گرفته بودم. تو میدونی خود اگرچه این همین نفرها خورنده مال یتیم هست که الله مهربان در قرآن میگه که اینها مال یتیم نخوردن، اینها آتش جهنم خوردن. و آیت قرآن ثابته که اینها آتش جهنم خوردن. من خودم شاهد این کارهای بود. ما را در همین خیلی مسئله ها هم بردن که بیا حاجی بابا که حق یتیمامون خورده استن، بیا همین مردک ها با پدراشون همشون حاجی هم، بیا در همین جا داخل شم این کار حل کن. ما رفتیم الحمدلله رب العالمین، ما تأثیر ما نگذاشتیم. ولی اگر تأثیر نمیگذاشتیم همون مردک ها همه تیار همه را همشون محروم میکردن، حقی را میگرفتن. از این لحاظ پیامبر میگه که من دعوا میکنم، یک یعنی دو والمرأة، کسی در دنیا زن ظلم کرد، کسی در دنیا زن مقصد بیهوده گفت شما برادر عزیز اذیت داد، در آمد حقارت کرد، در آمد کاراش برار نگرفت، به غضب و به حقارت و به مشت مقصد از همون زن قصدش از همون زن گرفت. پیامبر گفت این نامردار هم من نزد خدا شکایت میبرم که الله مهربان از اینها مقصد قصاص بگیره. چرا اینها در دنیای کار کردن؟ برای همین برادر عزیز و گرامی خیلی ظلمایی، خیلی ظلمایی که ما در حق زنها همین خیلی جفاها کنیم. همین خیلی نام آورد تا زمان اسلام و خیلی تاریخ ها آزیره که همین قدر آدم های دانشمند مثل همین افلاطون، مثل سقراط که یکی از دانشمندای یونانی بودن، همین ها چی بودن؟ همین ها چی میفتن؟ میفتن که همین زن در گرد زن بحث داشتن که همین آدم هست یا نه؟ همین ما در قطار آدم بمانیم یا نمانیم؟ بسیار کاری زن مردم به حیث چیز بود، میفروختیش، میکشتیش، میزدیش، یگان جزا دیواتش نبود. زمان اسلام آمد این زنها برادر عزیز حق پیدا کردن. این زنها مقصد به خودشون خوشبختی را احساس کردن. یعنی اسلام اجازت نمیده. یکی از حقایی که زن برای مردک دارد ولی تضریب الوجه میگه شما زنها را نزنید. دیگر حقی که زن دارد ولا تقبیح، زنه که حق نداره که حقارت کنید. برادر عزیز همین جوان مردیه که همین زن عروس کنی و یا چطا فلان کنیم این شیرگی بیشتر تردی همین جوان مردی هم تا آچه نداری بدبخت در کنی و تد فلان ولی من از زنگ میزنم میدونی گل من فتوا مایوز کنم ولی من از زنگ میزنم بابای داملا بابای حاجی چی میگوی؟ پس نه بچه میگم همین زنم میگه که در دهنت فلان کنم. خب همین طلاق ما چی میشه؟ نیکوی ما چی میشه؟ همخیلی پیش خود گفت نه تو چیش گفتی؟ من خیلی من حقارت کردی یا چیش گفتی؟ خیلی مقصد آچه تا گفتم آتا تا گفتم خیلی یکون گفت نیست که آخی درست کرده که آخی تا که مثال درم کنی و چش گفتی و میگه درم کنی و چش آتای ما فلان کنه این باید همین خیلی باشه چی با که تو دشمن میکنی زن طلاق نمیشیده یا زنک دشمن میکنی تو طلاق میشیده چی با؟ این تعلیم شما را کی داد؟ این برتری را با شما الله بزرگه یا تو؟
الله میگه هن لباسون لکم و انتم لباسون لهن. تو لباسی زنی، زن لباسی توی. او الله بزرگه یا تو بگوید در فلان نوچه تو او خب کنه. باز من گفته هستم زنکارا که بگین شما بگو که با چای تو نوتای فلان کنه. انا این نمز میشتوه. های سوال دو دستی توقع